شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما تماشا دارید. روز بخیر. در 15 دقیقه من شعله گل خواجه شما رو با اخبار 26 ایول آشنا میکنم. امروز در برنامه فیروز تبارов 2 سال حبسش را در زندان نظامش سخت میگذراند. پسر وکیل دفاع مرحوم اسحاق تبارов پیوسته ترتیب ادای جزا را ویران میکرده است. گمانبری تجاوز و قتل هویدا تیلوزاده 5 ساله به 2 ماه حبس حکم شد. ساکنان سرپوخه میگویند مجازات شدید او را طلب خواهند کرد. 1 سال پیش او قریب دختری همسایه را تجاوز میکرد. مادر اون دختر به دادستانی و شعبه تفتیشاتی عریضه نوشت ولی کسی به دادش نرسید. عروبه وزنین و یک دنیا آرزو سرنوشت زنی تنها مانده که به خاطر فرزندان بار زندگی را با کمک عروبه میکشد. چند کس که فرزندم بته من بفرش گفتم نه من برای سگ نیستم که امروز بزایم پگه یکون کسا بتم. با رادیو آزادی معلوم شد که فیروز تبارов پسر وکیل دفاع اسحاق تبارов را به زندان نظامش سخت انتقال دادند. اسحاق تبارov یکی از وکیلان دفاع صاحبکار زندان زید سعیدov بود. میرزا نبی خالقزاد تفصیلات حکم دادگاهی فیروز تبارov را در دست دارد. دادگاه اسماعیل سامانی فیروز تبارov محبوس زندان رقم اول پایتخت فرزند وکیل مدافع اسحاق تبارov را با 2 سال اجرای جزا در محبس نظام محبسی تعیین کرد. این زندانی هست که ترتیب آن شدیدتر از هر زندانهای تاجیکستان می باشد. یک نماینده ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در ماه رمضان در میانه های ماه می در نتیجه یک مناقشه شدید و زنازنی میان محبوسا که تقریبا 70 نفر در اینجا گرفتار شده بودند عیبدار دانسته می شود و بر اساس شکایت رئیس محبس رقم اول نسبت فیروز تبارov این تعیینات صادر شده است. اما نزدیکان فیروز تبارov میگویند که فیروز تبارov با تمام قاعده و شرط و شروط محبس رعایت میکرد و این گونه تعیین 2 ساله در نسبت او یک عمل بیرحمانه است و آنها از بالای تعیین سود اسماعیل سامانی شکایت خواهند برد. فیروز تبارov در سال 2015 با اتهام زرخریدی و دعوت عمومی برای از روی زورآوری تغییر دادن ساخت کانستیتوسیونی تاجیکستان به 13.5 سال زندان محکوم شد. اسحاق تبارov آن زمان گفت که پسرش به طور غیر قانونی بازداشت شده در پی شکنجه و زورآوری گناه را بر دوش گرفته است. 1 سال بعد از این اسحاق تبارov از سکته قلب درگذشت. رو می‌ریم به موضوع دیگر. وزارت امور داخلی از اشکارشوی یک جنایت عجیب در ناحیه فیض‌آباد خبر داد. مقامات میگویند یک رئیس محله خود را قاضی و ملکدار دانسته در مرافعه‌های غیرقانونی نکاح‌های مسلمانی زنان را بیکار می‌کرده است. دفتر مطبوعات وزارت با نشر یک گزارش گفت میرزا مراد خالف و دیگر اعضایان شورای محله دهه جانورسوز دیدبانگاه تشکیل کردند تا شبانه یگان نفر به دهه آنها رفت آمد نکند. آنها شب 17 ایول کمالدین ستارov ساکنین ناحیه را شدیداً لطوکوب کردند. نوار لطوکوب به اینترنت نیز راه یافته است. در این نوار دیده می شود که کمالدین ستارov با روی خون‌آلود نمیتواند به پرسش‌ها جواب دهد. مسئولین وزارت امور داخلی میگویند رئیس محله جانورسوز با ادعای داشتن مناسبت‌های غیر مشروع نکاح مسلمانی 2 زن را بیکار کرده است. حالا 6 ساکن ناحیه فیض‌آباد در کرسی عیبداری نشستند و اگر گناهشان اثبات شود به آنها تا 5 سال زندان تهدید میکند. تجاوز و قتل هویدا تیلوزاده 5 ساله نه تنها پیوندان او بلکه ساکنان شهر سرپوخه و ولایت مسکو را در سوگ نشاند. آنها طلب دارند که متهم در این جنایت جزای سنگین بگیرد. فعلا گمانبر الکساندر سیومین به 2 ماه حبس پیشکی گرفته شده است. با هویدای خردسال دیروز در شهر کولوب ویدو کردند. جسد هویدا دخترک 5 ساله تاجیک را که در ولایت مسکو تجاوز جنسی و کشته شد در زادگاهش در شهر کولوب دفن کردند. 10 نفر از خویشاوندان و همسایه ها در مراسم دفن هویدا تیلوزاده نامراد شرکت داشتند. هویدا را در کنار گور بابا و بیبی پدریش در آرامگاه محل زیستشان به خاک سپردند. 4 روز پیش هویدا در همین میدانچه بازی میکرد. در 3 سال زندگیش در این محله دخترک دوستروی مهاجر با شیرین زبانی و چالاکیش پسند ساکنان محلی گردیده بود.
ӯ дари маро мекуфту мегуфт: бибиҷон, ман ба меҳмонӣ омадам. Ман ӯро ба хона медаровардам, чой менӯшид, қанд ва ҳар чизе ки дар хона буд ба ӯ медодам. баъдан ман ӯро мегирифтаму мебурдам назди модараш, то ки накӯбад. афсӯс, он вақт ман дар хона набудам. ин чӣ хел шуд? ҳеҷ имкон надорад. ӯ аз ҳамин майдончаи кӯдакона берун намерафт. ҳувайдо рӯзи душанбе аз назди маҳалли зисташон ғайб зад. падару модар, сокинони маҳалла, кормандони пулис ва ихтиёриён ба ҷустуҷӯи ӯ пардохтанд. муфаттишон соати 4 рӯзи дигар хабар доданд, ки ҷасади ҳувайдоро дар канори роҳи оҳан пайдо карданд. дар замини серпухово ҳодисаи ғайриинсонӣ рух дод. дар ин бино ҳама мисли як оила зиндагӣ мекунанд. ин аз ману он аз ту намегӯянд. инҷо тамоман миллатгароӣ нест. пулис ба ҳайси гумонбар дар ин ҳодиса Александр Сёмини 28 соларо дастгир кард. нафаре ки сокинони маҳаллӣ ҳам аз ӯ гумонбар буданд. як соли пеш ӯ қариб духтари ҳамсояро таҷовуз мекард. модари он духтар ба додситонӣ ва шӯъбаи тафтишотӣ ариза навишт, вале касе ба додаш нарасид. падалната қапид ба бечора ҳамсоя мега амира мега бира дарша ӯ ки участкаи роӣ кард. мо гуфтем биё брем хебрем дарша бинем. мора гардон гу шумода мумкин нест аги чумо дишканем гу участкаи қатъиян милисаи дига шамус ра ӯ падалнат ӯра фреб кард ки гуфта кали тама фромӯш кардам дар хонаи дигари сарш додам. додгоҳи шаҳри сербхово амр дод, ки Александр Сёмин муттаҳам ба таҷовуз ва қатли духтари 5 солаи тоҷик барои 2 моҳ дар боздошт бимонад. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. сокинони тоҷикистон дар баробари дигар кишварҳои ҷаҳон фарду шабона имкони мушоҳидаи гирифтани моҳро хоҳанд дошт. ба гуфтаи мунаҷҷимон, гирифтани моҳ имсол дарозтарин дар қарн хоҳад буд, чун бештар аз 1 соату 40 дақиқа идома мекунад. дар бораи ин ҳодисаи табиӣ, ки онро моҳи хунӣ низ менамоянд, дар миёни мардуми тоҷик боварҳо вуҷуд дорад. کلان سلام نمی وقتی افتابا میگرفتن یا موتابا همه تاریکی میشید. بعد همون کلان ترکات دیگار پرو میکردن و میزدن فقطی و بچه ها میزدن که همه عذاب نتنگ گفتم افتابا روشنی شود گفتن همه تاریک میشید. گویا همین زمین وقتی که محتاب روی افتاب میگیرن پیشتر تا دوره ریولوسی اکتبر ما میدونم دوره قدیمانه تقاروی هرچی آهنپاروی میزدن گویا که نمیدونیم میگفتن که اگر همی خیلی شود نغز نیستد باید همی یا میگفتن یا امر تاریکی میشود روشنی نمیشود دیگه خیلی باید همی خیلی بکنین همی خیلی ازام و گنه همی صدا بتین که همو روشنی با پیدا شود وقتی که روشنی با پیدا شد بایش دیگه نمیکردن. وقتی پیغمبر خدا در زمان پیغمبر خدا وقتی که مهتاب گرفته میشه کسوف و خسوف میگفتن مهتاب و افتاب اینها گرفته نمیشه نورشو کم میشه و پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم امر میکرد که شما نماز بخونید. وقتی که هم یک افتاب میگرفت همین هر بگی یک نماز بخونید اخیش نماز میخونید اخیش بعد میدیدیم همسایه طرف خونه همسایه دیگری آواز ترخ کاسه و لگن می اومد خیلی چی بود که بزنین همین چیزا سر بتن همین محتوا گرفتن یا یک همین چیز بود خیلی که همین یک بشوری همین خلق بود به سعودی خلق بود چی بود که همین کلورا میکرد بعد ما همین گودر بودیم می اومدیم میگفتیم هم هر یک شیشه های سیاه شیشه میافتیم افتوا نگاه میکنیم که او ایرا گرفتن این طریق کردن ما حکیمی گرفتن و یا همشون از آن با آواز بلند از آن میدادن نماز میخواندن بعد همون چیزای آهنی که بودن همون قطع کلتک بود آهن بود چوب بود همون را میکفتن میزدن که همین روشنی پیدا شود و همین ماه از عذاب و عقوبت ها برد. در وقت پیش میگفتن بابا ماماهای ما که وقتی که مهتابا که گرفتن زنی حامله دست با پای و با دست می برد اما مهتاب در همونجا می اومد همین ماه همون تیفلده می اومد
ما گرفتگی که ماه میومد ما شریف نامش میکنم ما سفر برای ماهای در ماهای سفر میشیدن همین روایت ها بود حالت طبیعی بوده در اساس چندین سالها یک بار دو بار تکرار میشد این در اساس ترقیات طبیعی میباشد لیکن خلق ما تاجیکان و آسیای میانه گرفتن ما رو و بعضی کمبودهای در حیات اجتماعی اقتصادی تاجیک را قید کرده میگوید که حتی ما با یک کمبودها راه دادیم بعضی مسئله های اصلاح نکردیم که حتی ما هم از ما ناراضی گرفته شده است. برنامه را ادامه میدیم. نتیجه های پیشکی انتخابات عمومی پاکستان از آن شهادت میدهند که در این آوازدهی سرشار از عیبنامه های تقلب رهبر مخالفین ورزشگر سابق عمران خان پیروز خواهد شد. تقریبا نصف ورقه های رایدهی انتخابات حساب شدند و بر پایه آن حزب تحریک انصاف عمران خان پیشدستی دارد. لیگ مسلمانان پاکستان یعنی حزب سابق سروزیر نواز شریف که حالا در زندان است همراه با یک عده حزب‌های خرد نتیجه های انتخابات را رد نموده ادعا دارند که اسنای آوازدهی تقلب جای داشته است. روز 26 ایول بابر یعقوب نماینده کمیسیون انتخاباتی پاکستان با اشاره به تأخیر حساب آوازهای انتخابات روز پیش گفت کسی در فکر دسیسه نیست ولی کمبود فنی سبب ارسال نتیجه ها توسط نظام الکترونی شده است. برمیگردیم به تاجیکستان. در این قسمت برنامه درباره تقدیر زنی قصه میکنیم که چرخ روزگار او را به تاجیکستان و به بازار مردکارها آورده است. قهرمان گزارش نوبتی در پیشروی مشکلات زندگی با 4 فرزند تنها ماند اما نشکست و اکنون به پیشه مشغول است که هرچند خاصی زنان نیست ولی به قول دو تنگ فایده میارد. المیرا تغانووا زندگی خود و فرزندانش را با همین عرابه وزنین میچرخاند. ترک شوهر و تامین 4 فرزند این زن را به کار وادار کرد که برای بسیاری ها مردانه دانسته می شود. من خودم وجدانم برداشتی که همه عربه دستم قپیدم عربه کشی کردیم. غاری نمیکنم، جلبی نمیکنم، دزد نمیکنم، نه مهنت حلال. عربه او از عربه مردانی همکارش زیاد فرق ندارد و تا 100 کیلو بار میبرد. میوم 50 سوم، 30 سوم، 40 سوم میوم. المیرا شهروند قزاقستان است و سال 2006 بعد ازدواج با یک جوان تاجیک ترک خانه پدر و وطن کرده به تاجیکستان آمد. پس از 2 مرتبه تولد کردن دوگانی که دختر بودند زندگی خوبش به پایان رسید. شوهرش با بهانه آنکه نمیتواند پسر تولد کند آنها را از ختلان به دوشنبه آورد و پرتافت. 2 فرزندش مبتلای سیل شدند و در شفاخانه بستری‌اند. 2 دختر سالیمش تمام روز را همراهی مادر در بازار میگذرانند. چند کس که فرزندم بده من بفرش گفتم نه من برای سگ نیستم که امروز بزایم پگاه یکون کسا بتم من وجدان نمیبردارم. اینترنت خوبه لیکن خودم جدا کردن نمیفهمم. برخی از مردان کاری زن عربکش را چندان قبول ندارند و بیشتر از خدمت مردان عربکش استفاده میبرند. بر این باورند که زن توانی کشانیدن عربه‌ای پربار را ندارد. بعضی آدم هستند همین پول هم تمیته که بارش بار نمیکنه آدم مردکا بار وزبینه مردکا بار میکنه. همکاران المیرا یگانه زن عربکش را احترام و بعضا به او کمک میکنند. اینجا اردی کارتش که وزن باشه چون ما مرد رو خواهیم مثل صدقی که 5 کیلو 10 کیلو باشه یه اپام مخنون فایده میگه اپا بیا مثل شما عورتین شما مثل بر وزنی که باشه با جاش میشه که ما خودمون شخصا یاردم میکنم. حالا یگانه خواهش المیرا بازگشت به وطن و نزد پدر و مادرش است. همین بخوام که همین وطن خودم پیش پدر مادر میدونم. آیستانه کتی علشر نوایی. نامشون چه فامیل؟ نامی اوتگانوف بزرگوی مادرم گلمیرا. امیدوار است با پول عربکشی راهگیر را به قزاقستان را کار میکند و میرود. امیدی که نمیداند کی به آن میرسد. با آرزوی آنکه امید این زن مشتی پر به زودی برآورده شود و هیچ مادر در نیمه رو و بدون پشت و پناه نماند برنامه خبری امروز را پایان میبریم. تشکر برای همراهی و تا برنامه فردا. خدا نگهداری هر یکشان.